مختصری در مورد کلا سیستم تعادلمون بگیم. ما 3 تا اندام ارگان اصلی توی بدنمون هستن که مسئول حفظ تعادلن. یه بخشش حس بینایی ما هست، یه بخشش حس عمقی و مورد بعدی سیستم وستیبولار هستش که خب ما بیشتر عمده کاری که داریم با سیستم وستیبولاره. حالا که این 3 تا طیف 3 تا اندام مختلف مسئول حفظ تعادل هستن، پس علتهای حفظ تعادل هم میتونه، علتهای بروز سرگیجه هم میتونه خیلی وسیع باشه. مثلا بخوایم شروع کنیم یکیش که حالا ما بیشتر باهاش سر و کار داریم، علتهای اتولوژیک مثل بیماری هایی که مربوط به گوش هستن، نورید، لابیرنتید، منیر، بی پی پی وی و همه این موارد. بعد از اون میایم سراغ عواملی مثل مشکلات نورولوژیک، سکته ها، انواع تومورهایی که ممکنه به وجود بیاد، بیماری هایی که باعث آسیب دیدن سیستم های تعادلی میشه مثل مخچه و همه این موارد. ضربه ها، تروما، تصادف و علت های دیگه مثل مشکلات چشمی، متابولیک، دیابت، افت قند خون. پس یه طیف خیلی گسترده ای از علت های سرگیجه ما باش میتونیم سر و کار داشته باشیم که بیشتر کدوما به ما مربوط میشه، یعنی کدوما رو میتونیم با سیستم VNG و ارزیابی تعادل پیداش کنیم. بیشتر اونایی که اتولوژیک هستن، یعنی مربوط به مشکلات و بیماری های گوشن. یه جداسازی خیلی کلی بخوایم انجام بدیم، حدوداً تو 90% موارد معمولاً اینجوریه. اونایی که وستیبولار هستن، یعنی مربوط به سیستم شنوایی هن، مخصوصاً اونایی که محیطی شنوایی هن. حالا جلوتر میگیم یه سری بیماری ها داریم که مربوط به سیستم محیطیه، یه سریش مرکزیه. معمولاً وستیبولارها و اغلب محیطی ها سرگیجه هاشون حمله‌ایه، با توهم حرکت سر و کار داره، احساس افتادن میکنه مراجع ما. ولی اونایی که غیر وستیبولارن ممکنه با سبکی سر، حالت منگی ایجاد بشه، با استرس مثلا بیشتر بشه. این موارد میتونن به ما این نشونه رو بدن که ممکنه این بیماری وستیبولار نباشه. یعنی مثلا وقتی مراجع ما تو تاریخچه گیری میگه که من با وقتی استرسی میشم، عصبی میشم، سرگیجه ایجاد میشه برام، معمولا فکرمون سمت مشکلات وستیبولار نمیره. حالا این جزئیاتی که میگیم، شما فکر کنین ارزیابی تعادل رو، اون مشکلی که برای مراجع پیش اومده رو مثل ساختمون در نظر بگیرین. این ساختمون باید یه سری پایه داشته باشه. پایه هایی که ما برامون مهمه، اولیش همون تاریخچه گیری هستش. بعد اینکه یه سری اطلاعاتی که خودمون باید داشته باشیم در مورد انواع بیماری ها، علت های بروز سرگیجه، مشکلات محیطی، مرکزی، انواع نیستاگموس. هر کدوم از اینا رو شما به عنوان یک ستون در نظر بگیرین که بعد از اون روی این ستونا میخواین بناتون رو بسازین. اون بنا مثلا طبقه یکش میشه شروع کردن تستای من، طبقه دوش میشه تفسیر تستای من، طبقه 3 میشه توان بخشی. پس ما باید این پایه رو خوب محکم کنیم تا همینجوری دونه دونه بخوایم طبقه های روش رو بسازیم. دوباره بیایم سراغ یه دونه از اون پایه های مهم دیگه ای که باید بدونیم چیه. انواع نیستاگموس ها. نیستاگموس میشه اون حرکت اصلاحی چشم متعاقب حرکت سر تقریبا. حالا این نیستاگموس میتونه فیزیولوژیک باشه، میتونه پاتولوژیک باشه. فیزیولوژیک یعنی چی؟ یعنی توی مواردی که به صورت طبیعی باید ایجاد بشه و اگه ایجاد نشه مشکل هست. پاتولوژیک میشه جایی که نباید چشم من حرکت اصلاحی داشته باشه ولی حرکت داره. پس این میشه نیستاگموس پاتولوژیک. حالا بذاریم فیزیولوژیک پاتولوژیکش رو کنار. 2 دسته کلی نیستاگموس رو میتونیم تقسیم کنیم. نیستاگموسایی که ما باشون سر کار داریم یا پاندولی هن یا جهشی هن. پاندولی ها میشن اونایی که با یک سرعت رفت و برگشتی ثابت چشم در حرکته، مثل نیستاگموسایی که مادرزادی یا کسایی که چشمشون خیلی ضعیفه، کسایی که مدت خیلی طولانی مثل کارگرای معدن تو محیط تاریک کار کردن. این لرزش چشم توی این افراد ممکنه پیش بیاد. حالا نیستاگموسای جهشی چجوری هن؟
برعکس پاندولیا که با یه سرعت ثابتی رفت و برگشت داشتن، نیستاگموس‌های جهشی توی یک فاز، یعنی یک سمت آرومتر حرکت میکنن، توی یک جهت سریعتر حرکت میکنن و مثل یک جهش ما در نتیجه اینا رو میبینیم که میتونه افقی، عمودی و حتی مورب باشه. این تو این دوتا ویدئو تفاوتاشون رو میتونید ببینین. اون پاندولی هستش که چشم مثل پاندول توی زاویه‌ای حرکت میکنه. جهشی ها میبینین متوجه پرش چشم میشین. این توی نیستاگموس‌های جهشی که حالا ما 2 تا فاز داریم، هر کدوم از این فازها یه دیتایی به ما میدن. یکیش بزرگیش برای ما مهمه و یکی هم جهت حرکت چشم که هر کدوم از این فازها به ما یکی از این اطلاعات رو میدن. ما بزرگی نیستاگموس رو از روی فاز کندش تشخیص میدیم، یعنی بر اساس فاز کند میگیم این نیستاگموس چند درجه بود و بر اساس فاز تندش جهتش رو شناسایی میکنیم. سلام. به این صورت که میگیم اگر فاز تند، یه قانون ریاضیه دیگه، نامگذاری نیستاگموس رو بلد این جهتش رو از روی چیز پیدا کنین، یه قانون ریاضیه، میگیم ما حرکت به سمت راست و بالا رو عدد مثبت توی نمودار در نظر میگیریم. پس اگه اینجا این شکلی فاز تند من رو به بالا حرکت کرده، پس این یا راسته یا بالا. ولی این پایینی رو نگاه کنین، فاز تند من یا به سمت پایین حرکت کرده، عددش منفی میشه، عدد جابجاییش رو اگه حساب کنم منفی میشه. پس یا چپ زنه یا پایین زن. از کجا متوجه بشیم چپه یا پایینه؟ باید کانالش رو نگاه کنیم. معمولا دستگاه‌های وینجی 2 تا کانال ثبت به ما میدن، یکیش کانال افقیه، یکیش کانال عمودی. اگر من این حرکت رو تو کانال افقی دیدم میشه چپ زن دیگه، درسته؟ اگه تو کانال عمودی باشه یعنی حرکت بالا یا پایینه. حالا بالایی هم همینطور، اگر تو کانال عمودی این حرکت رو ببینیم چی میشه؟ اگه بالایی رو تو کانال عمودی ببینیم میشه بالا زن. هرچند همه این دیتا ها رو دستگاه ها به شما میدن، نرم افزار به شما نشون میده، اما خب شاید یه حس بهتری باشه بدون اینکه شما بخواین جدول توی نرم افزار رو نگاه کنین، همینجوری نمودار رو متوجه ببینید، متوجه بشین که الان جهت این نیستاگموس به کدوم سمت بوده. یه مدل دیگه هم نیستاگموس جهشی داریم به اسم نیستاگموس های چرخشی. چرخشی ها رو بر اساس اینکه زمینگرا هستن یا زمین گریز هستن نامگذاری میکنیم. نیستاگموس چرخشی یه حرکت سه‌بعدیه و توی دستگاه قابل ردیابی نیست. چیکار باید بکنیم؟ نموداری بابتش دستگاه به ما نمیده، از روی نمودار نمیتونیم پیداش کنیم. خیلی از دستگاه ها این آپشن رو دارن که شما میتونید موقع تست ویدئوی چشم رو ریکورد کنین. مثلا کجاها بیشتر اینو سرکار داریم؟ توی مانور هالپاک که حتما باید حواسمون باشه ریکوردش کنیم که اگر موقع تست از دست دادیم اون چند ثانیه نیستاگموس چرخشی رو بتونیم بعداً برگردیم و ویدئومون رو نگاه کنیم. نیستاگموس چرخشی رو پس از روی ویدئو باید جهتش رو شناسایی کنیم که کدوم سمتی بوده، چون یه حرکت سه‌بعدیه و توی 2 تا کانالی که داریم، یعنی کانال افقی و عمودی، قابل ثبت نیست. شما میتونید حرکت چشم رو توی نمودار ببینید، اما اینکه دقیقاً زمینگرا بوده یا زمین گریز رو ممکنه متوجه نشین و اشتباه تشخیص بدین. پس حتما به ویدئوش نیاز داریم. خب زمینگراها هم که میگیم ژئوتروپیک، زمین گریزا رو آپوژئوتروپیک یا آژئوتروپیک. یه اشاره کردیم به نیستاگموس فیزیولوژیک، گفتیم چیه نیستاگموس فیزیولوژیک؟ خب به صورت طبیعی باید اتفاق بیفته. ما کجاها نیستاگموس فیزیولوژیک رو داریم؟ 4 جا انتظار داریم که نیستاگموس فیزیولوژیک دیده بشه. سلامت باشین. فقط همین 4 تا. یکیش گیز فیزیولوژیکه. گیز یعنی نگاه خیره، یعنی دنبال کردن یک محرک. خب من تا یه جایی وقتی برای حفظ ثبات دید من اولویت برای یک فرد چیه؟ نگاه به روبروش رو داشته باشه. حالا من تا یه جایی میتونم محرک رو دنبال کنم. معمولا تا 30 درجه به صورت طبیعی این کار رو ما انجام میدیم.
یه محرکی از کنار من داره رد میشه، ویترین یه مغازه است، یک فردیه که داره رد میشه، این محرک تا 30 درجه دنبالش میکنم، مشکلی هم برام پیش نمیاد. اما مخصوصا اگر در حال حرکت باشم، بعد از 30 درجه که حرکتش ادامه پیدا کنه، اگر ارادی نخوام نگاهم رو نگه دارم، چشمم برمیگرده. چه اتفاقی میفته؟ یه محرک اینجاست رد میشه برام، تا اینجا که مشکلی برای ثبات من پیش نمیاد دنبالش میکنم، از اونجا به بعد رهاش میکنم و چشم برمیگرده رو به رو. اگر زیر 30 درجه این اتفاق بیفته، یعنی من حتی یه ذرم نتونم چشممو نگه دارم، این پاتولوژیکه. پس کمتر از 30 درجه نباید این اتفاق بیفته. اما تا 30 درجه نگاه من محرک رو رها میکنه و برمیگرده. خودتون میتونید تست کنین، دستتون رو بیارید بالا تا یه جایی دنبالش میکنین. اگه نخواین ارادی این حرکت رو ادامه بدین، چشمتون به رو برمیگرده. این میشه یه نیستاگموس. اگه بخوایم ثبت کنیم، چشم آروم حرکت میکنه و یه دفعه برمیگرده. پس شد گیز فیزیولوژیک. من اینجا نیستاگموس رو دارم. جای بعدی که نیستاگموس فیزیولوژیک ما میبینیم تست اپتوکینتیکه یا محرک های اپتوکینتیک، یعنی محرکی که بخش زیادی از میدان بینایی شما رو اشغال کرده و تکرار شونده و در حال حرکته. توی مترو نشستین، دیدین یه موقع فرد روبرویتون داره بیرون ایستگاه رو نگاه میکنه، چشمش هی میپره، این میشه نیستاگموس اپتوکینتیک. یعنی یک محرک رو داره نگاه میکنه که فضای خیلی بزرگی از میدان بینایی رو اشغال کرده و تکرار شونده هستش، مثل حالتی که درختایی که کنار خیابون هستن و موقع رانندگی نگاه میکنین، این چشم هی میپره. پس اینجا هم اوکیه و من باید نیستاگموس ببینم. اگه نبینیم مشکله. تست بعدی کالوریکه. کالوریک چیه؟ چه تستی بود؟ تحریک دما. ما سیستم وستیبولار رو تحریک میکنیم، میخوایم ببینیم که محرکش هواه، ببینیم چه واکنشی نشون میده. پس توی تست کالوریک هم ما باید نیستاگموس رو ببینیم مطابق اون تحریک دمایی. اگه نبینیم دوباره مشکل ایجاد میشه. و تست بعدی هم که صندلی چرخان هست. صندلی چرخان خیلی برای استفاده بالینی تست رایجی نشد، ولی خب اگر بخوایم ارزیابیشو انجام بدیم، توی صندلی چرخانم با یه سرعت و زاویه مشخصی، یه سخت افزار بزرگی داره، یه صندلی میچرخه و مطابق اون، البته چرخشش اصلا سرعتش بالا نیست و مطابق اون حرکت چشم باید یه حرکت اصلاحی انجام بده، یعنی نیستاگموس فیزیولوژیک انجام بده. به جز این 4 جا هر جای دیگه ما نیستاگموس ببینیم پاتولوژیک محسوب میشه و حتی توی این 4 تا هم اگر نبینیم باز پاتولوژیک محسوب میشه. فقط نیستاگموس پاتولوژیک 2 تا ویژگی داره. اول اینه که باید تداوم داشته باشه و در مورد دومی هم راستش حالا اساتید اینجا هستن بهتر میتونن راهنمایی کنن. توی منابع مختلف عددش خیلی متغیر ذکر شده، اما به صورت میانگین میتونیم بگیم که شدتش باید حدوداً برابر 4 درجه بر ثانیه باشه، بزرگی اون نیستاگموس، یعنی فاز کندش. اما خب ممکنه توی بالین شما نیستاگموس پاتولوژیکی ببینید که درجهش از این خیلی کمتره، ولی خب اون تداوم رو داره. یعنی اینجوری نیستش که ما یه دونه 2 تا حرکت نیستاگموس ببینیم اونو پاتولوژیک در نظر بگیریم، حتما باید چند تا پشت هم تداوم داشته باشه. بیایم سراغ تستای پاتولوژی های محیطی و مرکزی. یه سری نکات توی تاریخچه گیری هاشون ممکنه به شما یه سری نشونه بدن. تاریخچه گیری میشه اولین تست ما توی مجموعه تست های ارزیابی تعادل، پس خیلی مهمه و حتما باید خوب بهش توجه کنیم و خوب بهش بپردازیم. هرچند بیمار ممکنه خوب به ما راهنمایی نده توی تاریخچه گیری، ممکنه دیتای اشتباه به ما بده و اینم باید در نظر داشته باشیم که ما فقط بر اساس تاریخچه گیری نمیخوایم تشخیص بدیم، قطعاً ادامه تست هامون رو انجام میدیم. اما خب یه سری نکاتی میتونه ما رو توی تاریخچه گیری راهنمایی کنه که در ادامه ببینیم ادامه تست ها به چه صورت قرار پیش بره. اگه توی تاریخچه گیری بیمارمون میگه که یه دفعه سرگیجه من شروع شد، یه دفعه 2 هفته پیش شروع شد، خیلی احتمال داره که یه پاتولوژی محیطی باشه.
اما نه، اگه میگه تدریجیه، اولا کم بود بعداً زیاد شد، احتمالش هست که یه پاتولوژی مرکزی باشه. به جز سکته یه دونه نوشتیم توی پرانتز که خب ممکنه مشکلات مرکزی ایجاد کنه، ممکنه یه بخش از مثلا مخچه رو آسیب بزنه و یه دفعه هم ایجاد میشه. به جز این موارد اینطوری مثلا تومورها که یک شبه بزرگ نمیشن، معمولا 2 ماه 3 ماه 1 سال 6 سال زمان میبره تا فرد متوجهش بشه و علائمش هم همون قدر تدریجی ایجاد میشه. اما یه سری سرگیجه‌ها مثل BPPV، مثل منیر خصوصا تو فاز حادش، مثل لابیرنتیت، همه اینا شروع ناگهانی و یه دفعه دارن. محیطی ها معمولا سرگیجه هاشون خیلی شدیدتر و غیر قابل تحمل تره، به خاطر همین زودتر به ما مراجعه میکنن. ممکنه توی صحبتش بگه که 1 ماه کمتره، 1 هفته است، مثلا دیروز اینطوری شدم. اما مرکزی ها چون از کم شروع میشه و حالا یواش یواش هم بیشتر میشه، اونقدر هم ممکنه شدید نبوده، ممکنه بیمار پشت گوش بندازه و بعد از مثلا 6 ماه 1 سال مراجعه کنه. محیطی ها اغلب طول سرگیجه کوتاه‌تری دارن، به جز مثلا یه سری جلوتر میگیم ما داریم کلی اینا رو نگاه میکنیم دیگه، گفتیم بر اساس یه دونش هم نمیخوایم لیبل بزنیم. مثلا داریم بیماری محیطی که سرگیجه های طولانی مدتی میده. کسی که لابیرنتیت داره ممکنه چند روز پشت هم سرگیجه رو داشته باشه. یه کسی که حمله منیر بهش دست داده ممکن چند ساعت درگیرش باشه. لزوما همه محیطی‌ها کوتاه نیست. اما خب چون اغلب مراجعین ما هم شاید 60-70% با شکایت BPPV پیش ما میان، یه جاهایی ما شاید بخوایم محیطی رو منظور بگیم مثلا BPPV ها بیشتر اینطورین. BPPV ها سرگیجه کوتاهی دارن، ممکنه چند ثانیه نهایتا 1 دقیقه طول بکشه. یه نکته دیگه ای که توی ارزیابی ها میتونیم ما بهش دقت کنیم تو تاریخچه گیری بیمارمون و حتما بعد ازش بپرسیم اینه که با تغییر حرکت سر آیا ایجاد میشه یا نه، مثلا میخوابی، دراز میکشی، میغلطی، یا نه یهو خود به خود ایجاد میشه. اگر BPPV داشته باشه معمولا به این نکته اشاره میکنه که من دولا میشم، از کابینت میخوام یه چیزی بردارم، موقع نماز خوندن، موقع کفش پوشیدن، اینجور موقع ها سرگیجم ایجاد میشه. اما اگر که وابسته به حرکت سر نباشه میتونه ما رو به سمت سرگیجه های مرکزی و یا محیطیایی به غیر از BPPV ببره. و یه نکته دیگه این که سرگیجه های مرکزی به ندرت با علائم شنوایی سر و کار دارن، مگر مثلا تومور خاصی باشه مثل شوانوما که ممکنه وزوز هم داشته باشه. اما بقیهشون معمولا علائم کم شنوایی ندارن، وزوز نداره. اگر تو تاریخچه گیری داره به ما میگه که مثلا من وزوزم دارم، یه دفعه گوشم هم ضعیف شد، میتونم به یه سری بیماری های محیطی شک کنم که داره بخش محیطی وستیبولار رو تحت تاثیر قرار میده. و اینکه خب توی تصویر برداری ما تو مشکلات ضایعات محیطی چیز خاصی نمیبینیم، مگر اینکه مثلا مشکل فیستول پیریلنف باشه که توی تصویر برداری ضایعه رو ببینیم. اما خب BPPV و اینجور موارد معمولا توی تصویر برداری شناسایی نمیشن. پس اغلب کسایی هم که برای VNG میان قبلش یه MRI دارن. این میتونه به ما حتما اگر MRI هست توی ریپورتشون نگاه کنیم. یه سری علائم دیگر رو هم بخوایم بچه، ما صرفا بر اساس یه دونه از این موارد هیچ وقت لیبل تشخیص نمیزنیم. حتما باید ادامه بدیم و جلوتر بریم. هر تستی که میاد قبلی رو رد یا تایید میکنه و یه جایی شما ممکن اصلا برسید ببینید نتایجتون متناقضه با هم، شاید تاریخچه گیری معتبری نبوده. خواستم اینو تاکید کنم که هیچ وقت بر اساس یه دونه از اینها هیچ وقت یه دونه ساختمون رو ما نمیسازیم، با یه پله یه دونه ساختمون رو نمیسازیم، همه چیزش رو کنار هم باید در نظر بگیریم. خب در مورد جهت نیستاگموس های محیطی معمولاً حتی اینجا این نوه رو من اصلاح نکردم براتون، باید بگیم اغلب، نهید هرگز، چون چند تا مثال نقض الان براتون میارم که مشکل محیطیه اما
ما ممکنه سرگیجه عمودی توش ببینیم یا هر جهت دیگه ای. اغلب مشکلات محیطی به ما نیستاگموس های افقی میدن، اما متعاقب منیر ما ممکنه نیستاگموس آپ بیتینگ ببینیم، بالا زن ببینیم. پس اینا که داریم میگیم توی اغلب موارد اینجوریه، نه همه چیز. اما هیچ جهت خاصی برای ضایعات مرکزی نمیتونیم در نظر بگیریم. ممکنه مورب باشه، ممکنه عمودی باشه و جهت‌های دیگه. مشکلات محیطی و دوباره تو پرانتز با تأکید بر BPPV نیستاگموس هاشون فیکس میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر من یک محرک بینایی به مراجعم بدم، مثلا اون چراغی که توی دوربین توی گاگل هست رو روشن کنم، با نگاه کردن به اون دوربین نیستاگموس شدتش کم میشه. اما اگر زایع مرکزی باشه تثبیت بینایی روش تأثیری نمیذاره. بر اساس این ما میتونیم ارزیابی‌های بالینی هم انجام بدیم. ارزیابی‌های بالینی مثلا تست رومبرگ که میگیم مراجع بیسته، پاها رو جفت کنه. چرا؟ میخوایم حس عمقی رو ازش بگیریم. اگه روی یه سطح نرم بیسته باز بهتر میشه. روی این وضعیت وای میسته، دست‌ها رو کنار خودش نگه میداره. با چشم باز میخوایم ببینیم که چقدر میتونه تعادلش رو نگه داره. اگر که با چشم بسته مشکل بدتر شد، میتونیم بگیم که این ارزیابی بالینی میتونه نشون دهنده یک مشکل محیطی باشه، چون با چشم بسته حفظ تعادل برای فرد سخت‌تر شد. این موارد هست. اما خب وقتی که حس عمقی رو گرفتیم، فرد تفاوتی توی عدم تعادلش پیش نیومده، مثلا همون قدری تلو خورده به پهل کنار رفته که با بستن چشم، میتونه نشون دهنده یه زایع مرکزی باشه. خب بعد از اون معمولا محیطی‌ها دوباره با تاکید بر BPPV نهفتگی داره نیستاگموسشون. ما مانور رو میدیم و بعد از چند ثانیه نیستاگموس شروع میشه. اما نیستاگموس هایی که ناشی از مشکلات مرکزی هن معمولا نهفتگی ندارن. و در مورد خستگی پذیری اگه صحبت کنیم، ما چند بار مانور هالپاک رو مثلا انجام بدیم، ممکنه درجه نیستاگموس شدتش کاهش پیدا کنه، چون با سیناپس و سلول مویی و این موارد سر و کار داره و باعث بروز خستگی پذیری میشه توی سرگیجه ها و نیستاگموس ها. بخاطر همین خیلی مهمه توی مانورهای تستای محیطی حتما تو همون بار اول یا نهایتا دوم ما بتونیم مشکل فرد رو ثبت کنیم، این تست رو به درستی انجام بدیم که نخوایم هی مجبور شیم تکرارش کنیم. یه سری شرایط داره آماده سازی بیمار که خب حتما قبل از اینکه مراجع بخواد نوبتش رو بگیره، همون موقع که میخواد نوبت بگیره، باید این موارد رو ازش اطلاع داشته باشه. معمولا یه کاغذی میذارن کنار میز کسی که قراره نوبت دهی کنه و باید همه این توضیحات رو به مراجع بده. مهمترینش چیه؟ داروهای آرامبخش، خواب‌آور، ضد سرگیجه، الکل، اینا رو مصرف نکنه، مگر اینکه یه سری موارد هست داروی سر، داروهای اضطراب، اینا رو حتما اگر که مصرف نکنه ممکنه حالش بد بشه. با دستور پزشکش باید پیش بره. اگر دکتر گفت میتونه نخوره، میتونه استفاده نکنه. اما اگر نه و استفاده کرده، ما حتما باید توی گزارشش بیاریم که این تست برای مراجع مثلا فلان انجام شده تو فلان تاریخ، شکایتش اینه و تست ها زمانی انجام شده که فرد از این دارو داره استفاده میکنه. حتما باید توی ریپورتتون بیارید. داروهای فشار خون و قلب و دیابت و اینا رو باید بخوره. یه موقع میگیم که 48 ساعت قبلش داروی خاصی استفاده نکنید، اینجوری نباید باشه. باید انحصاری بگیم چه دارویی، چون ممکنه فرد مسنی باشه که داروی دیابتش رو نخوره و حالا مشکلات متعاقب بعد اون پیش بیاد. بهتره که معده مراجعتون سبک باشه، حداقل مثلا اینجوری نباشه که ناشتا باشه، اما خیلی غذای چرب و اینا نخوره. مثلا صبح میخواد بیاد برای VNG، قبلش کله پاچه صبحونه نخوره مفصل و چرب و چیل، حتما سبک باشه. بهتره که خواب کافی داشته باشن، چون همه این موارد، استرس و اینجور چیزا روی تست VNG تاثیر میذاره. ما ممکنه نیستاگموس خود به خودی ببینیم اگر که بیمار خوب نخوابیده باشه یا استرس داشته باشه.
در مورد آرایش چشم هم هرچند دستگاه ها پیشرفت میکنن، حساسیتشون با آرایش کمتر میشه، اما برای اینکه ما بهترین نتیجه رو بتونیم ثبت کنیم با کمترین آرتیفکت ممکن، حتما میگیم که آرایش چشم اگر مراجعتون خانومه نداشته باشه و اگر که حالا تتو و این مواردم داشته باشن میتونید با کرم یا مدادایی که داشته باشین حتما تو کلینیکتون. البته توصیه میکنین که اگر تتو داره خودش با خودش بیاره، اما اگر که شما هم تو کلینیک داشته باشین میتونین خط چشم رو کاور کنین چون ممکنه آرتیفکت ایجاد کنه توی تستتون. عموما تست هایی که توی VNG انجام میشه این چند تا مورد هست که رایج ترینه. اولی اگه بخوایم تستای آکولوموتور یا مرکزی ها رو در نظر بگیریم، تستای ساکات، اپتوکینتیک، پرسویت و گیزه. این 4 تا تستیه که اگه سیستمتون مجهز به ارزیابی سیستم وستیبولار مرکزی باشه باید انجام بدیم. به چه صورت؟ یه محرکی داره، حالا محرک میتونه یا LCD باشه یا لایت بار باشه. تو دستگاه قدیمی تر، تو دستگاه خیلی قدیمی تر یه پنلی بود که مراجع چشمشو توش میذاشت و یه فضای کوچیکی، یه لایت بار کوچیکی اونجا حرکت میکرد. تو دستگاه‌های جدیدتر دیگه LCDه، مراجع شما روبروی یه LCD میشینه، محرک حرکت میکنه و بیمار باید سرش ثابت باشه، فقط با نگاه چشم اون حرکت رو دنبال کنه. ساکات حرکات ناگهانی و غیر قابل پیش بینیه، میتونه توی دامنه و فرکانس مختلفی حرکت کنه. یه نقطه‌ایه که توی دامنه های مختلف و فرکانس مختلف حرکت میکنه و مراجع باید دنبال کنه. هرچند همه اینا مثلا توی دستگاه سیناپسیس قابل تعریفه، شما میتونید بگید که من میخوام فقط دامنش حرکت کنه، میخوام فقط فرکانسش تغییر کنه. این موارد رو میتونید تعریف کنید، جفتش با هم تغییر کنه، این محرک چجوری باشه. میتونید بر اساس یه مقاله‌ای که خوندین یا ارزیابی که انجام شده بر اساس اون پیش برید. تست بعدی پرسویت یا ترکینگ اسموت پرسویت یا ترکینگ که یک محرک پاندولی حرکت میکنه، معمولا توی 3 تا سرعت ارزیابی میشه، 3 تا فرکانس 3 صدم 45 صدم، 3 دهم 45 صدم و 6 دهم که معمولا از بهترینش همون 45 که سرعت متوسط محسوب میشه. اگر مراجعتون سنش بالا باشه سرعت رو یک کمی میاریم پایین تر، چون خواه نخواه فرایند ایجینگ یه مقداری کند میکنه سیستم های محیطی ما رو، چه تو راه رفتن، چه توی پردازش محرک های شنوایی، چه توی دنبال کردن این موارد. اگه بخوایم از سرعت های بالا برای افراد مسن استفاده کنیم ممکنه معیار تشخیصمون قوی تر بشه، اما خب قطعا جا میمونه چون نمیتونه دنبال کنه. یک کمی میتونیم از سرعت پایین ترش استفاده کنیم. تست اپتوکینتیک هم که در موردش یه اشاره کردیم، یه سری محرک تکرار شونده است، حالا یا ستونی یا به صورت نقطه های پراکنده که حرکت میکنه و مراجع باید دنبال کنه. گیز هم معمولاً حالا نقطه‌ای که در نظر میگیریم حالا 20 یا 30 درجه بر اساس هم ابعاد LCD تون، همین که دستتون چقدر توی نرم افزار تو بازه، این کارا رو میتونین انجام بدین. معمولاً تایم 10 ثانیه‌ای رو براش در نظر میگیرن، یعنی 10 ثانیه مراجع شما حداقل باید بتونه اون نقطه رو نگاه کنه و دچار نیستاگموس نشه، چون گفتیم اگه از یه جایی پایین تر این اتفاق بیفته، اون نیستاگموس گیز ایجاد بشه، میتونه پاتولوژیک باشه. این دارای محرک منظورمون همون LCDه که گفتم و ثبت با چشم باز، یعنی اینکه دوربین روی صورت مراجع شما هست و چشمش باید باز باشه، محرک رو دنبال کنه. اما برعکسش تو تستای محیطی ما در پوش دوربین رو میذاریم. در پوش دوربین به معنی بسته بودن چشم نیست، کاور میشه چشم، اما چشم ها باید هر دوتاش با هم باز باشه. بریم سراغ زیر مجموعه تستای محیطی که خیلی مهمه و به صورت رایج انجام میشه. اولین تستی که میگیریم، حتی میتونیم این تست رو قبل از شروع آزمون کلن بگیریم، یعنی قبل از شروع تستای مرکزی یه بار چکش کنیم. تست نیستاگموس خود به خودیه. آیا فرد تو حالت عادی بدون اینکه هیچ محرکی داشته باشه نیستاگموس داره یا نداره؟ من میخوام ببینم پایه چشم مراجع من آیا مشکل داره یا نه.
نیستاگموس مادرزادی داره یا نه، یا متعاقب یک بیماری ممکنه نیستاگموس خود به خودی براش ایجاد شده باشه. بعد از اون سراغ تستای پوزیشنال میایم. بعد دیکسالپایک که حالا جلوتر بررسیشون میکنیم. دیکسالپایک و پوزیشنینگ هم میگیم بهش. یا تست داینامیک، برعکس پوزیشنالا میشن تستای استاتیک. هد شیکینگ که یکی دیگه از تستامون هست و تست هد هنگینگ. هد هنگینگ میتونه زیر مجموعه تستای پوزیشنال هم در نظر گرفته باشه. بستگی به این داره که ما بخوایم استاتیک نگاهش کنیم یا داینامیک، یعنی ما بخوایم حرکت رو ایجاد کنیم یا به مراجع بگیم که خودش این کار رو انجام بده. تست کالوریک هم جزء تستای محیطی میشه که خب اینجا دیگه ما محرکی نداریم، دیگه LCD میره کنار، یا محرک بینایی نداریم، در پوش دوربین حتما باید بسته باشه، بهتره تو محیط تاریک تست رو انجام بدیم. و کار فکری هم اینجا خیلی به ما کمک میکنه. چرا کار فکری اینجا کمک کننده است؟ برگردیم به یکی دو تا اسلاید قبل. گفتیم تستای نیستاگموس های محیطی میتونن فیکس بشن، تثبیت بشن. من میتونم با تمرکزم چشممو نگه دارم. کار فکری رو میدیم که حواس مراجع من پرت بشه و نتونه اون فیکسیشن رو ایجاد کنه.